درود بر شما. به کانال دنیای دانستنی ها خوش اومدید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کرده و با لایک و کامنت های پرمهرتون ما رو حمایت کنید. سپاس. تاریخچه زمین و سیر پیدایش حیات در کره زمین. زمین چگونه شکل گرفت؟ زمین تقریباً 4.6 میلیارد سال پیش به همراه سایر سیارات منظومه شمسی ما شکل گرفت. نظریه علمی رایج در مورد چگونگی شکلگیری زمین مدل برافزایش هسته نامیده میشه. بر اساس این مدل منظومه شمسی به عنوان یک ابرقول پیکر از غبار و گاز به نام سحابی آغاز شد. سحابی در حال چرخش بود و گرانش باعث شد که گرد و غبار و گاز به صورت ذرات کوچک در کنار هم جمع بشن. این ذرات با هم برخورد کردند و در نتیجه با هم ادغام شدند و اجرام بزرگتر و بزرگتری رو تشکیل دادن که سیاره کوچیک نامیده میشه. با برخورد سیاره های کوچیک و ادغام اونها با هم دیگه داغتر و متراکمتر شدن. سنگین ترین عناصر مثل آهن و نیکل به مرکز سیاره فرو رفتن و هسته رو تشکیل دادن. عناصر سبکتر مثل سیلیکون و اکسیژن گوشته و پوسته رو تشکیل دادن. زمین برای میلیاردها سال به رشد و انباشت مواد ادامه داد. در این مدت توسط سیارک‌ها و دنباله‌دارها بمباران شد که به جرم اون افزوده شد و به شکلگیری سطح اون کمک کرد. حدود 4.5 میلیارد سال پیش یه برخورد بزرگ بین زمین و یه جرم دیگه به اندازه یک سیاره ماه رو ایجاد کرد. این برخورد مقدار زیادی از مواد رو به فضا پرتاب کرد که در نهایت به هم پیوستن و همدم قمری ما رو تشکیل دادن. بعد از تشکیل ماه زمین شروع به سرد شدن و جامد شدن کرد. اقیانوس‌ها شکل گرفتن و جو شروع به توسعه کرد. حیات روی زمین نسبتاً زود در تاریخ خودش ظاهر شد. شاید در اوایل 3.8 میلیارد سال پیش. زمین در طول زمان به تکامل خودش ادامه داده. پوسته زمین به دلیل تکتونیک صفحه‌ای دائما در حال تغییر بوده. تکتونیک صفحه‌ای فرآیندیه که در اون پوسته زمین به صفحاتی تقسیم میشه که روی گوشته حرکت میکنه. جو زمین هم در طول زمان تغییر کرده. جو زمین اولیه با جوی که امروز داریم خیلی متفاوت بود. جو اولیه احتمالاً عمدتاً از دی اکسید کربن و نیتروژن تشکیل شده بود. با گذشت زمان جو زمین به دلیل فعالیت گیاهان از نظر اکسیژن غنی‌تر شده. زمین سیاره‌ای پویاست که هنوز در حال تغییره. پوسته زمین دائما توسط تکتونیک صفحه‌ای در حال تغییر شکل و جو زمین به دلیل فعالیت‌های انسانی و فرآیندهای طبیعی دائما در حال تغییره. زمین اولیه. زمین اولیه مکانی بسیار متفاوت از امروز بود. هوا خیلی گرمتر بود و جو بسیار ضخیم‌تر و سمی‌تر بود. هیچ اکسیژنی در جو وجود نداشت و سطح توسط تشعشعات خورشید بمباران شد. با وجود این شرایط سخت، زندگی موفق شد که روی زمین پدیدار بشه. اولین اشکال حیات باکتری‌های ساده‌ای بودند که میتونستن در محیط‌های خشن زنده بمونن. با گذشت زمان زندگی تکامل یافت و متنوع شد و در نهایت باعث پیدایش همه گیاهان و حیواناتی شد که امروزه می‌بینیم. نحوه شکلگیری جو زمین. جو زمین برای حیات آنگونه که ما میشناسیم ضروریه. اکسیژن رو برای تنفس در اختیار ما قرار میده. ما رو از تشعشعات مضر خورشید محافظت میکنه و به تنظیم دمای زمین کمک میکنه. جو زمین طی میلیاردها سال شکل گرفته. در ابتدا جو خیلی نازک بود و بیشتر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده بود. این گازها با گذشت زمان در فضا از بین رفتن، چون گرایش زمین به اندازه کافی قوی نبود که اونها رو در خودش نگه داره. تصور میشه جو کنونی زمین از فوران‌های آتشفشانی تشکیل شده باشه.
فوران‌های آتشفشانی گازهایی مثل دی اکسید کربن، نیتروژن و بخار آب رو وارد جو می‌کنن. با گذشت زمان این گازها با هم ترکیب شدن و جو کنونی زمین رو تشکیل دادن. شکلگیری اقیانوس‌های زمین. اقیانوس‌های زمین یکی دیگه از بخش‌های ضروری حیات روی زمینن. اونها زیستگاهی با زندگی دریایی فراهم می‌کنن و به تنظیم آب و هوای زمین کمک می‌کنن. اقیانوس‌های زمین با سرد شدن و جامد شدن سیاره به وجود اومدن. بخار آبی که توسط آتشفشان‌ها به اتمسفر رها میشه متراکم شد و به صورت باران به سطح زمین افتاد. با گذشت زمان اقیانوس‌ها انباشته شدن و دریاهای وسیعی رو تشکیل دادن که امروزه می‌بینیم. تئوری پیدایش زمین. تئوری پذیرفته شده برای پیدایش زمین تئوری گرد و غبار و گازه. بر اساس این تئوری حدود 4.54 میلیارد سال پیش یک ابر عظیم از گاز و غبار در فضای اطراف خورشید وجود داشت. این ابر تحت تأثیر نیروی گرانش شروع به جمع شدن کرد و در نهایت یک دیسک چرخان از گاز و غبار تشکیل شد. این دیسک به مرور سردتر شد و مواد سنگینتری به مرکز اون فرو رفتن و مواد سبکتر به سمت بیرون حرکت کردند. در نهایت این ماده در مرکز دیسک یک هسته از آهن و نیکل تشکیل داد. مواد سبکتر در اطراف هسته یک پوسته جامد از سنگ و فلزات تشکیل شد. مراحل تشکیل زمین. روند تشکیل زمین رو میشه به 3 مرحله تقسیم کرد. مرحله گرد و غبار و گاز. توی این مرحله یک ابر عظیم از گاز و غبار در فضای اطراف خورشید وجود داشت. این ابر تحت تأثیر نیروی گرانش شروع به جمع شدن کرد و در نهایت یک دیسک چرخان از گاز و غبار تشکیل شد. مرحله هسته سازی. توی این مرحله مواد سنگین‌تر به مرکز دیسک رفتن و مواد سبکتر به سمت بیرون حرکت کردند. در نهایت این ماده در مرکز دیسک یه هسته از آهن و نیکل تشکیل شد. مرحله پوسته سازی. توی این مرحله مواد سبکتر در اطراف اون یه پوسته جامد از سنگ و فلزات ساخته شد. شواهدی برای تشکیل زمین. دانشمندان شواهد زیادی رو برای حمایت از نظریه چگونگی شکلگیری زمین جمع آوری کردند. این شواهد شامل ترکیب هسته، گوشته و پوسته زمین هست. هسته زمین عمدتاً از آهن و نیکل تشکیل شده، در حالی که گوشته و پوسته از عناصر سبکتری مثل سیلیکون و اکسیژن تشکیل شده. این ترکیب با این نظریه مطابقت داره که زمین از دیسکی متشکل از غبار و گاز تشکیل شده که سرشار از عناصر سنگینه. وجود دهانه‌های برخوردی در سطح زمین زمانی که سیارک‌ها یا دنباله‌دارها با زمین برخورد می‌کنن، دهانه‌های برخوردی تشکیل میدن. وجود دهانه‌های برخوردی در سطح زمین. زمانی که سیارک‌ها یا دنباله‌دارها با زمین برخورد می‌کنن، دهانه‌های برخوردی تشکیل میشه. سطح زمین از دهانه‌های برخوردی پوشیده شده که گواه بر اینه که زمین در طول تاریخ خودش توسط اجسامی از فضا بمباران شده. حضور ماه. تصور میشه که ماه از برخورد غول‌پیکری بین زمین و یه جسم بزرگ دیگه شکل گرفته. حضور ماه گواهی بر گذشته خشونت‌آمیز زمینه. حیات در کره زمین. اولین موجودات زنده حدود 3.8 میلیارد سال پیش و اولین دایناسورها حدود 150 میلیون سال پیش در زمین ظاهر شدند. حدود 65 میلیون سال پیش نسل دایناسورها از بین رفت. یکی از عوامل انقراض دایناسورها برخورد یک شهاب سنگ به زمین و پر شدن جو زمین از غبار بود. در چنین شرایطی نور و گرما به زمین نرسید.
و یه دوره کوتاه یخبندان باعث مرگ دایناسورها بر اثر سرما و گرسنگی شده. اگه همه تاریخچه زمین رو در 24 ساعت خلاصه کنیم، نخستین انسان‌ها در 2 ثانیه مونده به نیمه شب ظهور خواهند کرد. زمین در آینده. چه بر سر زمین میاد؟ انسان امروزی نگران مسائلی از قبیل تغییرات آب و هوایی هست که میتونه طی دوره‌های متوالی بر روی زمین تأثیر قابل توجهی داشته باشه. با این همه بزرگترین تغییرات برای زمین عموماً طی صدها میلیون یا میلیارد سال رخ میده. ابرقاره‌ها ساخته شده و نابود میشن. انقراض‌های کلی همه گونه‌های حیات رو در خودشون فرو میبرن و تغییرات در سامانه خورشیدی هم بر روی زمین تأثیر میذاره. در نهایت این خورشیده که سرنوشت کره زمین رو مشخص میکنه. میلیاردها سال دیگه با تمام شدن سوخت هیدروژنی خورشید کهنسال، خورشید به جرمی غول‌پیکر و سرخ تبدیل میشه و به اندازه بزرگ میشه که تمامی بخش‌های سامانه خورشیدی و مدار زمین رو هم در بر میگیره. نتیجه: زمین سیاره‌ای پیچیده و پویاست که میلیاردها سال پیش از دیسکی از غبار و گاز تشکیل شده. زمین در طول زمان به تکامل خودش ادامه داده و هنوز هم در حال تغییره. دانشمندا به کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکلگیری و تکامل زمین ادامه میدن و دائما در حال کشف شواهد جدید هستند. همراهان گرامی، بدون شک لایک، کامنت، سابسکرایب و انتشار ویدئوی ما توسط شماست که ما رو دلگرم به این راه میکنه. تا ویدئوی بعدی، بدرود.